دیروز مهلت امتیازی که در روسیه طبق آن مهاجران حق داشتند بدون جریمه و جوابگری بودوباش خود را قانونی کنند به پایان رسید. شروع از امروز کارمندان پلیس حق دارند مهاجران غیر قانونی را بازداشت و اخراج نمایند. همکارم عبدالله اشورов این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، خوب تا پایان رسیدن این مهلت آوازه‌هایی بود که احتمال مهلت قرار را دراز میکند مقامات روسیه، اما چنین نشد و اکنون سرنوشت آنهایی که تا به حال نتوانستند سندهایشان را قانونی کنند چی می شود؟ سلام شلا. بله، برخلاف انتظاری ها این بار مهلت بودوباش امتیازدار برای مهاجران کاری در روسیه تمدید نشد و مقامات هم درباره تمدید یافتن امتیازها چیزی نمیگویند. برعکس، مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار دادند که اکنون کارمندان پلیس حق دارند آن مهاجرانی که سندهای بودوباششان حالا قانونی نیست بازداشت کنند، اخراج و یا دیپورتاسیا نمایند. آن شهروندانی که بعد 30 سپتامبر غیر قانونی بودوباش دارند تحت تاثیر ماده 115 قانون فدرالی قرار می گیرند. این قانون به کارمندان پلیس امکان می دهد که در نسبت چنین اشخاص چاره‌های مأموری اندیشند، از جمله از قلمرو روسیه این شخص را اخراج کنند. والентина Казакова صحبت میکرد. خب عبدالله، دو ماه این جانب ما در روسیه شاهد زنازنی های عمومی با شرکت مهاجران بودیم. اندیشه وجود داشت که این به انتخابات در روسیه ربط دارد، ولی انتخابات هم سپری شد و این گونه حادثه ها تا هنوز رخ میدهند و مطبوعات روسیه هم اخبار بدنام کننده نشر میکنند. بله شهلا، مطبوعات در روسیه از دیرباز اساساً اخبار بدنام کننده را در نسبت مهاجران کاری نشر و پهن میکند که احساس بدبینی اهالی محلی را در روسیه در نسبت آنها برمیانگیزد. ضمناً مقامات روسیه هم چنین برخورد نامناسب رسانه ها را در این کشور به مهاجران کاری اعتراف میکنند. فکر میکنم که این قصه ها بافته هستند تا اینکه از یک سو ابراز خارجیان را جنایتکار نشان دهند که چنین نیست. از سوی دیگر در ذهن ساکنان محلی به مهاجران حسی بدبینی ایجاد میکند. چرا ما در رسانه ها مثال هایی را نمی بینیم که مهاجران مطابق می شوند بلکه به جامعه فایده زیاد می آورند؟ این در حال است که به گفته مقامات روس شماره مهاجران در این کشور نظر به دوره تا آغاز پاندمی کمتر است. تا شروع پاندمی در روسیه در یک وقت تا 10 میلیون مهاجران کاری بودند. حالا به گفته مقامات روسیه شماره آنها 7 میلیون نفر است. سپاس عبدالله برای صحبت. دوستان عزیز، ما هر نوگانی در حیات مهاجران در روسیه را پیگیری داریم و در صورت پیدا شدن خبری حتما برای شما خواهیم گفت. برنامه‌های ما را پیگیری کنید.